لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ربنا تشکر از سرمایه شده مکتب تربیه اتفاق وزارت اقلام انسان به تلاوت تک در جهان سپاس بود. امروز راجع به کمپین بگویم و جرگه ولایت بغلان که درباره نوررحمان دیوال رئیس رابطه بگویم. ما در ولایت بغلان آغاز کردیم و شروع کردیم که با کارهای خود رئیسی ازی و برای ازی که چقدر خداوند توفیق بده و چیزایی که هست میره به شما دوستا و رفقایش که برای ما ایجا معرفی ساخته برایتان میتیم و اما جرگه رئیس و منشیش برای این مجلس با صورت آزاد ما تعیین. برای فعلا رئیس موقتی اختیار شما کلمی که بعدی به دیگر رفاه ما شما شد. دوستان کلش حق در نظر بده چون جرگه است مشوره است. هر کس حق داره که نظر خود ابراز کنه و به نظر شخصی خودم چون من حق دارم که نظر شخصی خود ابراز کنم. خودت موثرترین مفیدترین شخص هستی که باعث رئیس موقت همین جرگه یا باعث نماینده لیوال سر ولایت بغلان خود آدم موثر است. خب دیگر دوستان نظر فانتون کاملا هم نظر هستم با شما همون مشتر نظری دوست مشتر وقت لري البته. خود تشکر از شما که ما را موقتا اعتماد کردین و اعتماد شما را ما خداوند برای ما توفیق بده که با مو صورت درستش همین جرگه را به پیش بریم و دوستای معاصر رو که در اینجا کار کرده بتانه انتخاب کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما ما در اینجا یک نفر به صفت رئیس انتخاب میکنیم. بازم شما سرش رای گیری کنین که برای موافق هستین یا نیست. ما استاد مرزا به صفت رئیس این جرگه و کمپین انتخاب میکنم که استاد آدم خوب است و استاد امام است. دیگر در اینجا همین بار گرنگ با دوش ازی پرشانی ازی ما میمانیم. خداوند توفیق بده که تا منزل شعیره برسد. شما موافق هستید؟ کاملا خواهی چک و از آقای صاحب خان بسیار ابراز تشکر امتنان میکنم که اگرچه هم جوادیت از خودش است خودش باید این کار را پیش بریم چون یاد لطف کردن و تشکر از شما و تشکر از خودش و خدا کنه که ما این کار سنگین و بار وزبین رو که به دوش ما گذاشتیم ما همین قسمی که شما اعتماد کرد اعتماد شما را انشاءالله ما به پیش برده بتان و این وظیفه مقدس انجام دادم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستا بازم سر منشی امین جرگه و مجلس ما رای گیری میکنیم. یک نفر ما تعیین میکنم شما رای گیری کنین. اگر موافق بود خوب، اگر دیوز در هر کس که میخواد این بار سنگین با دوش خود بانه صدا کنه با ما سرش رای گیری. ما خینجانی صاحب به صفت منشی که از ولیان است، از خینجان است، از امی ولایت بغلان است، آدم کارکن است و آدم پشتکار است. دیگه به صفت منشی امی جرگه و کمپین گلرحمان دیوال صاحب اینه ما پیشنهاد میکنیم. بیخی انشاءالله خینجانی صاحب آدم معاصر است، آدم مفید است. دیگه که به ترتیب ما شما مد نظر گرفته میشه از نگاه
قومی و بله. نژادی منطقوی سمتی سمتی هم مد نظر گرفته میشه. از نظر من خب آدم مؤثر و مفید است، قابل تایید است. خب تشکر از شما که تشکر میکنم. با پیشنهاد ما لبیک گفتین و این را قبول کردین. از تمام استادا و حاضرین مجلس و استاد محترم رئیس تشکر میکنم. ما یک نفر اگر دیگه هم ضرورت داریم اگر دفتر ما یک جای گرفته شد و کار ما پیش رفت و محترم محمد افضل به صفت عامل مالی و اداری همین کمپین تعیین در پیشنهاد ما موافق هستید؟ سیست. شما قبول دارید؟ بگین یک چکچک. خب دیگه چی مجلس استاد محترم از ما خلاص شد. ریاست برای شما تبریک میگیم، برای استاد عمرزی حاضر مجلس به اجازه کلگی، دوم منشی را برای فنجانی صاحب تبریک میگیم، معاون امیر مالی و اداری را با محمد افضل خان تبریک میگیم. باز هم یک چکچک بررسی شما و خداوند شما را توفیق بده که همین بار سنگین تا منزل مقصودشان برسند. دیگه ما مسئولیت جلسه را از پیش ما خلاص شد. با عمرزی صاحب تشکر آقای صاحب. من اولا از لیوان صاحب تشکر میکنم که فرم ها یا اوراق کمپانی خود به ولایت بغلان فرستادن و اینجا خواستن که یک جرگه داشته شود. از طریق جرگه آزاد رئیس و منشی و کسایی که به یک جرگه ضرورت صورت این کنن. و اول از وقت تشکر میکنم در قدم دوم باز حاجی صاحب معزالدین خان که نظر به تایید مجلس و حاضرین مجلس که را باعث رئیس موقت تعیین کردن و اونها باز لازم دانستن، ضرور دانستن و مرا باعث رئیس جرگه تعیین کردن و انشالله با همه توان و قوتی که دارم انشالله من در خدمت هستم. خدا کنه که مسئولیتی که به دوش ما گذاشته شده مشترک، چون کار مشترک است، کار جرگه به یک نفری نمیشه، از یک دست صدا نمیبره. دست به دست هم بدیم که ابی لیوال صاحب کدام توقع آرزویی که داره این مشترک هم به سرمنزل مقصود برسند انشالله. که خاص به خاطر که آدم دانشمند است، آدم عالم است، به خاطر علمیت و شخصیتش انشالله کلگی الله فی الله و فی سبیل الله تا وصف توانش برش مد خواهد کرد. مجابه هم یک تشکر ویژه تا یک بزرگوار استاد بزرگوار که با بنده کوچک نوازی کرده و بنده کوچک احمد خواهی شدیم. و یک تشکر ویژه از جناب لیوال صاحب که انشاءالله همه به توافق همدیگر دست به دست هم داده میگم من تو یکی شیم تا دیگران ما شما با اتحاد کامل و اتفاق کامل و اراده قوی موضوع را و تفاهم همدیگر حل انشاءالله موضوع را همین مشکلاتی که در مابین بود همه را به یک نظر برش اطلاق میکنیم با جناب لیوان صاحب که با پیشنهادهای ما چی نه. پیشنهادهای ما شما اولین پیشنهاد اینه که باید یک آدرس رسمی، یک آدرس دقیق داشته باشیم که از طریق آدرس ما بتوانیم با مردم خود کدام وعده‌های کدام اهدافی که داریم با مردم برسانیم، کدام اهدافی که لیوال صاحب داره او را به مردم از طریق همون آدرس معین یا معین داشته باشیم. و در ضمن دیگه این پیشنهاد اول ما و در ضمن ما و شما باید از طرف لیوال صاحب کدام پیشنهادی که برای خود ما و شما داره یک نماینده با صلاحیتش آماده که ما و شما اکسیژن قبول کنیم. این پیشنهاد دومی. دیگه ما کمک‌های مالی و کدام معاش گزاف و هزینه کدام چیزی نمی‌خواهیم. فقط خواستن لیلا آمده گفتیم رضاکار هستیم بدون کدام معاش، بدون کدام کار دیگه آمدیم دست به دست هم داده یاری کنیم. همین ما و شما از این خبر داریم که موضوع را می‌خواهیم. جنابی
خودکار ما شما نهایی شد دیگر اعضای دیگر مجلس تشریف دارن یا حضور دارن این اساس‌ترین و معززترین امی کمپاین و جیگر و عضو امی جیگر همه پیشنهادات و مشکلات ما شما با حکومت همکاری ازیا همراه رئیس ما همکاری داریم و میکنیم و حل می‌کنیم.